آمدن از معامله و رفتار نزدیکانش پی میبرد که محیط میتواند انسان را عوض نماید. به اندیشه او محبت و احترام از شهر دیده در روستا به نظر میرسد. توانه دوستی گفتگیتون دوستی خوبه، سه موسم تیز نکرده میبرد. چرخ اکنون به معنی که همه کاری که میکند آدم همون بازگشته میاد، یا اینکه تاریخ باز چرخ دارد و بازگشته میاد، ولی به طور دیگر به یک نمودی نو، یک تاریخ بازگشته میاد ولی به طرز نو. خلاص همین چرخ هم خود چرخ موندیم. پیش از بنوارگیری همین فیلم من با شهرت قربانوف تست برای نوار میبرآمدیم. غیر از این باز من میدونستم که شهرت قربانوف با دیگران همکاران من به نوار میبرد و وقتی کادرها را من میدیدم حس میکردم که همین شهرت قربانوف کینو رو، کادرهایی که در کینو در کار است حس کردن حس میکند، یعنی به نوار گرفتن میتواند. انتخاب موضع تصویربرداری به اندیشه کارگردان مشکلی نداشت، زیرا در تاجیکستان بهشت آسا مکانهای زیبا و دلچسب خیلی زیادند و حتی نیاز به جستجو هم نبود. فیلم مذکور را در منطقه های گوناگون کشور عزیزمان به نوار گرفتند. بابا جان سند رو چکار نکنه؟ این در کار میشود بچه. موسیقی در فیلم نقشی کلان دارد و یکی از موفقیت‌های فیلم این انتخاب موسیقی موفق و جالب به شمار می‌رود. کارگردان برای تهیه موسیقی فیلم یکی از بسته‌کاران نامدار کشور فرهاد ذکیرов را جلب نموده است. باید گفت که فیلم هنری چرخ در چندین کینوفستیوال‌ها اشتراک نموده مورد توجه همگان گردیده است. همچنین فیلم مذکور سال 2013 در کینوفستیوال دیدار که در 2 سال یک مرتبه در جمهوری برگزار می‌گردد صاحب جایزه توجه تماشابین گردید.